انشالله که اون نوبت گرفتگی نوبت ممکن است رمضان با مکه مکرمه و سوی مدینه منوره. برادرای عزیز، ما خیال میکنم که مدینه منوره شهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، ما راه گرفتیم از سوی مکه مکرمه و سوی مدینه منوره. اینا برادرها همه کسا آمدیم رفته استیم خدا نصیب. انشالله که میریم خونه پیغمبرمون، یعنی که مسجد پیغمبرمون، روزانه پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم در جای میریم. و حضرت ابوبکر در این سخنان رسول الله باید ویژه از خبر نیک آمدن که حوال رسول الله شریف در آمدن در مسجد نبوی عبادت خود را کرده و تمام یعنی اکسکورسیون های شهر مدینه را از انا انتظار باهی دقیقه و این شهر دیگر اکسکورسیون شهر مدینه را گذاشتم. از بین مکه تا مدینه 500 کیلومتر راه است. خلاص؟ بله انشالله ما روانیم به سوی مدینه منوره شهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اونجا که مسجد نبوی یعنی وجود دارد، زیارت مسجد نبوی را انشالله خواهیم اول به جا آورد، بعد روضه شریف را، باغی از باغ‌های جنت را با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواهیم سلام داد و الحمدلله دیگر جایهای تاریخی مکه مدینه منوره را الحمدلله خواهیم اکسکورسیا گذرانید که از تاریخ که زندگانی رسول اکرم اینجا بودن و یعنی از دنیا نیز اینجا گذشتن الحمدلله با یاد بیاریم. ان شاء الله با ما باشید، همه عجایب از پیش است ان شاء الله. جای محترم چه خیلی گفتم در مدینه منوره داخل شده هستند و الحمدلله از برای مسیح مهمانخانه ما در یکم قبط یعنی از مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار دارد. انجام های خود را در ریسپشن گذاشته میرم تورات بکنیم بسای مسجد نبوی که 100 متر شاید 100 متر زیاد راه نباشد. التماس از آن خواهش یکم بار هم نکنید از یکدیگر راه را یک برایت بگیرید. آسان است، نظر با مکه اینجا خیلی آسان است. از اون مسجد در آمدن از مهمانخانه دروازه دارد، دروازه مسجد را در خودی میگیرید یا صورت میگیرید و رفت آمد دیگر آسان بشود. اما یکم طهارت کرده رفته 2 رکعت نماز تحیت مسجد برای مسجد نبوی میخوانه، بعد از آن نماز جمعه را نیز میخوانه. انشاءالله بعد باز میگردیم به سوی مهمانخانه آمد جابجا بشویم. بعد این نماز عصر مردمها همه میروند به سوی روضه شریف به سوی سلام دادن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از آنها باشد فردا انشاءالله بعد از نماز پیشی. Undangan nih.
برادرای عزیز، من خیال میکنم که مدینه منوره هم زیباتر، هم خوشروتر، هم دلفراتر از مکه مکرمه ده مدینه منوره خوشروتر و زیباتر و تازه‌تر و دلفراتر. اینجا یاد میکنی. همون دفعه ما میخیل بود خیال میکنم که این دفعه ما میخیل. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اینا برادران عزیز در مسجد پیغمبرمون هستیم. راستی که بیجا وقتی که اومدی برای روزانه پیغمبرمون سر قبرش مقصد زیارت کردن او چرت میگیری، نوبت میگیری بعد میداری. انشالله که اون نوبت گرفتگی نوبت ممکن است در اومدن با محبت شما برقرار میگیریم و اشکشی شما میگردیم. باقی سربلند و خانواد باشین. خداوند یارو مددگارتون.